درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این قسمت میخوایم که برای شرکت ودافون یک لوگو موشن طراحی کنیم که در این لوگو موشن از شعار شرکت هم استفاده شده. برای این کار یک کامپوزیشن طراحی میکنیم. کامپوزیشن اون بر اساس سفارشی که به همون دادن HD یا فول HD باید باشه. اسم فاینال رندر رو به کامپوزیشنمون میدیم، خودش باید بره داخل قسمت کام. اون دیزاینی که انجام شده رو به عنوان در واقع زیر متن کار میاریم، یک سالید روش قرار میدیم با رنگ قرمز. یه مقدار اوپاسیتی رو کم میکنیم و با ابزار پن تول شروع میکنیم روی دقت میکنیم که روی سالید باشیم. روی سالید و دقیقا روی همون لوگو یک مسیری رو ایجاد. خب بعد از اینکه طراحی یا پسش آماده شد، از مجموعه افکت استروک رو بهش اضافه میکنیم و به اندازه‌ای که خط زیرش رو کاور کنه ضخامتش رو ایجاد کنیم. مثلا فکر میکنم عدد 9 عدد خوبی باشه واسش. حالا میریم سراغ شعار. متن رو اضافه میکنیم، این رو از حالت بولد خارج میکنم، میام دقیقا روی متنم قرارش میدم. میتونم که ادامه اون قسمت ردی رو به دیفیوچر اضافه کنم و بعد با استفاده از کی فریم ها انیمیتش رو کنترل کنم، یا اگر احساس میکنیم که خب ساده تره که یک متن جداگانه برامون داشته باشیم میتونم این کارو کنم. یعنی من میتونم یه داپلیکیت از این بگیرم بیارم پایین و قسمت ردی رو توی یک لایه جداگانه ایجادش کنم. خیلی خوب، ردی رو هم جانمایی میکنیم. برای متن که میتونیم از مجموعه انیمیت ها مثلا پوزیشن رو استفاده کنیم. من میارمش بیرون لوگو. بعد میتونم از در واقع روتیشن هم استفاده کنم. منفی 180 میخوام یه چرخ کامل بزنه. برای جمع و جور کردنش میتونم از ترکینگ استفاده کنم و اینها رو به هم فشردشون کنم برای اینکه توی یک خط قرار بگیره. لاین اسپیسینگ اینها رو ببرم توی هم یه مقداری. حالا میتونم اینها رو باز کنترلشون کنم و در نهایت یک دونه اسکیل هم بهش میدم که از صفر ایجادش. پرین سلکتور رو باز میکنم، از قسمت ادوانس این رو در حالت رمپ آپ قرار میدم و میام با گزینه آفست 10 فریم که گذشت در واقع از اینجا با گزینه آفست سعی میکنم که توی 10 20 و 30 فریم این متن رو بیارم. 10 فریم بهش تنفس میدیم و دقیقا همین انیماتور رو برای ردی پیست میکنیم. حالا برای در واقع ردی به دلیل اینکه کلمش کوتاه‌تره میتونه که توی 10 فریم این بیاد، یعنی انقدر طولانی نشه. یه بار با هم این قسمتش رو ببینیم. متن تایپ میشه و بعد ردی اضافه میشه. خیلی خوب، من چون دیگه دیزاینم در واقع مطابقت داده شد با دیزاین اصلی شرکت، میتونم دیگه اون بیس رو پاک کنم، سالیدم رو کامل کنم و حالا برم سراغ در واقع اون استروک. عدد n رو 0 میکنم که خط جمع بشه و شروع میکنم به کار. end در واقع استاپاچش از این لحظه شروع بشه و توی مثلا 2 ثانیه این باز بشه و خط رو بکشه. اما من دوست دارم که این خط به صورت تک رنگی ایجاد نشه، یعنی میخوام که با یک رنگ یه ذره تندتر بیسش شروع بشه و بعد یه ذره رنگش عوض بشه و همینطور رفته رفته تغییر کنه. به همین دلیل میام از استروکم یه داپلیکیت میگیرم و روی داپلیکیت رنگ دوم میدم که حالا مثلا اینجا یه رنگ مثلا زرد خیلی روشن میتونه باشه. منتها در مورد استروک دو نمیتونم از همون قاعده پیروی کنم، چون یه تیک کوچیک سرش رو فقط لازم دارم. میام عقب‌تر، استارت رو روشن میکنم، دقیقا میرم جلو و صفرش میکنم. توی این قسمت ما به اندازه‌ای که میخوایم خطمون ضخامت داشته باشه اون دوتا رو میکشیم میبریمشون
جلوتر، یعنی به همین اندازه. میبینید جلوی خط سفید همین اندازه. دوباره از استروک 2 یک کپی میگیرم و این کپی رو یکم غلیظ‌ترش میکنم، حالا که رنگش حس بشه، تفاوت رنگیش، و مجددا اینها رو هم به همون میزان میکشم جلوتر. یعنی استروک 3 بایستی که یه مقداری بیا جلوتر و استروک 1 سفید دیگه کامل اینها رو پشت سر میگذاره. یعنی اینطوری میبینید. حالا من با رندر قسمت شروعش روشن‌تره، بعد در واقع قسمت شروعش من یه مقدار دیگه حتی اینو غلیظ‌ترش میکنم. جای کی فریم ها اشتباه شده و این کی فریم ها باید بیان جلوتر. این کی فریم ها هم همینطور، چون میخواستم نارنجی شروع باشه و اون زرد پشت سرش به بعد. خیلی خوب. بعد از این الان میبینیم که دیزاینمون کامل شد. حالا وقت اونه که یه مقدار قوانین انیمیشن رو درونش لحاظ کنیم. من به این ایزی اوت میدم، به این ایزی میدم، از منوی گراف این رو تشدید میکنم. به خصوص فشار کار رو میاریم روی قسمت شروع. این طرف هم یه مقدار میکشم بالا و ببینیم نتیجه بسیار عالی، همون چیزی شد که مد نظر. اوکی، یه بار تا اینجاش رو هم ببینیم. اینطوری متن نوشته میشه، ردی، خط ظاهر میشه. اوکی. بعد از اینکه خط ظاهر شد و در واقع تو چشم مخاطب در 20 تو چشم مخاطب جا افتاد، زمان اون میرسه که ما این رو تبدیلش کنیم به سیم کارت. پس من میام همین رو انتخاب میکنم، کنترل سی و V01 رو بهش میدم. الان شد یه لایه. حالا که شد یه لایه، میام تو قسمت ماسک و یه ماسک روی کلیت این میکشم، حالا به میزانی که گوشه معمولا سیم کارت ها اگه دقت کرده باشید یه حالت کرو داره، به همون میزان کروش رو تنظیم میکنیم. مثلا حالا یه چنین چیزی. اما چون قرار نیست که در ابتدای کار این دیده بشه، یعنی گردی ها دیده بشه و اصلا مشخص بشه ما لو بدیم که این یک سیم کارته، پس تا اینجا رو ما کاری باهاش نداریم. من ماسک رو میارم، کنترل تی و این رو بزرگتر از معمولش میکنم و بعد میگیم توی مثلا 10 فریم این حالا میتونه تبدیل بشه به سیم کارتش. پس کنترل تی رو دوباره میزنم، یه مقداری این رو میدیم به سمت تو تا جایی که مخاطب کامل بتونه ببینتش، حتی بیشتر به سمت مرکز اینطوری. و در حین این حرکت گوشه سیم کارت که اگه دقت کرده باشی گوشه سیم کارت یه حالت پخ داره، اون گوشه رو هم در واقع پخش رو ایجاد میکنیم. پس من میام این دو تا ورتکس رو انتخاب میکنم، کانورتشون میکنم. فقط الان خیلی لبش کمه، 10 20 30 برای این طرف، 10 20 30 هم برای این طرف. اوکی، پس الان سیم کارت ما اینجوری شکل میگیره، 10 فریم بهش تنفس میدیم. حالا زمانمونه که این شروع کنه به چرخیدن. برای چرخیدنش هم از افکت روتیت و پوزیشن و اسکیل استفاده میکنم. اینجا میخوام این سیم کارت در واقع شکل بگیره و یک علامت هم روی کامپوزیشن هم میزنم که از این لحظه قرار اون اتفاق بیفته. قبل از اینکه این عمل رو انجام بدم بایستی بدونیم که منظور ما از این چرخش در واقع لوگو به علاوه این متن هست. یعنی میخوام بگیم که این متن و لوگو روی همین سیم کارت میاد و قسمت بالایی قرار میگیره. اوکی، پس من میام داخل این مجموعه و این لوگو رو در واقع این قسمت رو با ماسک جداش میکنم. حالا خودش یه ماسک داره، من اینا رو ببندم که شما یه مقدار تسلط بهتری داشته باشید. خودش یه ماسک داره که اون استروگو داشت انجام میداد و میام با یه ماسک حتی مربعی دقیقاً این سالید رو این قسمت کنترل میکنم. میام مثلا کلا این تیکه برای من مهم بود و برمیگردم اینجا. همونطور که میبینید این به این شکل شمایل در اومد.
یک دونه سالید قرمز داشتیم که این کار رو باش انجام داده بودیم، اونم میارم تو که اون قسمت های خالی رو برای من کاور کنه. و حالا دیگه میتونم این مسکه رو از روی این کات کنم و اینجا بود، از روی این کات کنم و بیام روی این پیست کنم. باز همون اتفاق میفته، میبینید؟ اما مزیتش چیه؟ چرا من این کارو کردم؟ که ما لوگو و متنمون رو جدا کنیم، آزادشون کنیم. 10 20 حالا توی 20 فریم قراره که این بچرخه، پوزیشن اسکیل پوزیشن و روتیشنش رو روشن میکنم. 10 20 این رو چایلد میکنم و در واقع این باید منفی 90 بشه و باید اسکیل بشه. ببینید الان تازش سر شکل سیم کارتون پیدا کرد. و حالا اگر پوزیشنش مثلا لازم بود یه ذره بره بالاتر یا بیاد پایین‌تر، این کار رو انجام. اما حالا این چه اتفاقی واسش میفته؟ من پوزیشنش رو قطع میکنم، به نظرم نیازی نداره اون بالایی لازم. توی این یکی دقیقاً این قراره که یک چنین حرکتی رو انجام بده، یعنی 90 درجه برعکس کارش انجام بده. حتما اسکیل بشه و بیاد بره قسمت بالا قرار بگیره. ببینید یه چنین چیزی رو ازش میخوام، اینطوری. خب حالا زمانی که داره این اتفاق میفته، این کوچیک و بزرگ شدن انجام میشه، همینطور که میبینید لبه های اون لوگو و بک‌گراند داره در واقع خودش رو به تصویر میکشه. پس من میام توی ترک مپ و میگم این قسمتش رو نمیخوام ببینیم و شما از محدوده این تجاوز نکن و این رو به عنوان در واقع الگوی ترک متش معرفی میکنم. فقط یه نکته داره، ترک متش رو نباید بذاریم. قاعده ترک مت این بود که خاموش میشه. ما ترک متش چون خود اینو بیسش لازم داریم نباید خاموش بشه و چشمش روشن میکنه. دیگه آماده است. ببینید تو دل این میچرخه و میره. اینا انتخاب اوت، اینا انتخاب این و حتما برای جذابیت کار از گراف استفاده میکنم. من اقدام میان تو، اینو میکشمش جلو و این رو هم از همین طرف، البته همشون رو، و این رو هم از این طرف. ببینیم با هم. بسیار عالی. یه بار دیگه. خب یه مقدار عدم هماهنگی داره، من برمیگردم و دوباره اینها رو انتخاب میکنم. اینا بیان یه مقدار زیادی تو، این رو هم یک میاریم تو. حالا ببینیمش. الان درست شد. فکر میکنم مثلا یک کی فریم شاید یه مقدار میزان گرافش کم با مابقیشون هماهنگ نشد که با این برش کرد. بسیار عالی. خب الان این سیم کارت، این قاب کارت این چرخیده و آماده است. من دوست دارم همزمان که این داره میچرخه میره عقب، اون قسمت فلزی یا حالا قسمت طلایی گلد سیم کارت ها که همون کانکشن ارتباطیشون هست رو، این رو بتونیم روی این داشته باشیم. خب من میام اینجا و از قبل یه دونش آماده کردم اضافه میکنم به پکیجم. این فقط باید بچرخه بیاد پایین، یه مقدار زیادی اسکیل، مثلا یه چنین چیزی رو من لازم دارم. خب منتها مرتب، خب این که اینجاست، این رو هم من به این چایلد میکنم و این میاد اینجا. یک اسکیل فقط لازم داره، دلیل اینکه خب ساختار متفاوتیه و پوزیشن هم مثلا میرسه که لازم داره. حالا اینو بعد ببینیم که اصلا به عنوان یک الگو برای ما کار خاص بکنه. این میاد اینجا، اسکیلش رو کامل نمیگیرم ازش و یه چنین چیزی. خب مجبورم که این دوتا رو با هم هماهنگ کنم، پس اینا رو میام انتخاب میکنم، یه بار ریستشون میکنم، این هم رو هم همینطور. حالا همه رو با هم این و آوت میدم. میشد که اینم جداگانه ده، ولی چون قراره که خیلی با هم هماهنگ بشن، پس بهتره که ریست کنی و از ابتدا دوباره انجامش بدیم.
ببین اینجوری. خب بعد از اینکه این تمام شد من میخوام که این رو با یه قاعده دیگه ای بیارمش. پس میام و یک سالید دیگه طراحی میکنم. این رو در واقع رنگش یه ذره متفاوت تر میگیرم. 500 در 500 میام روی این قرارم. 500 هم به نظر میاد که خیلی زیاده. 200 در 200 چنین اندازه ای و خیلی کوچیک شد. 250 در 250 به نظرم خیلی خوب. و این رو هم چایلد این دوستمون میکنیم که همون حساب‌ها رو برای ما تداعی کنیم. اوپاسیتیشو مجددا کم میکنم و شروع میکنم الگوی این سیم کارت رو در میارم. الگوی این سیم کارت چجوریه؟ میام و در واقع توی این قسمت من این رو بسیار خب حالا همون افکت رو در واقع افکت استروک رو مجددا به این میدم. آل ماسک رو میزنم، سیکونشال رو برمیدارم، ضخامتش رو درست میکنم و یه مقداری حالا باید اینها رو با استفاده از گزینه کانورت به این شکل و شمایل نزدیک کنم. اینها بایستی که همون میزان کرو بشن. به این ترتیب. خب حالا من میخوام استارت این کار از تقریبا اینجاها بخوره، یعنی از اینجاها میخوام ترسیم شدن شکل بگیره. پس این رو میارم عقب، کاملا صفرش میکنم و تا بخشی از این، یعنی مثلا میتونه تا 2 ثانیه بعد هم این رسم شدنش به طول بکشه. خب من دیگه اوپاسیتی این رو برمیگردونم و به این ترتیب این رو خارج میکنم. یه بار دیگه با هم ببینیم. دیگه الان زمانیه که من نیازی ندارم اون سیم کارت رو ببینم. گفتم بهتون این نقش قربانی رو داره. وقتی این شکل داره میگیره، یعنی در نهایت وقتی این کارش تموم شد، حالا این میتونه در قالب اوپاسیتی اینجا ظاهر بشه. حالا مثلا 10 1 2 3 4 5 15 و این ظاهر بشه. در همین حین مثلا از اینجاها دیگه میتونه کارمون با این تمام بشه و اندکی پس از اینکه اون اوپاسیتیش کامل شد این از بین بره و حالا تهش میبندم. یه بار با هم ببینیم به چه نتیجه رسیدیم. متنمون میاد، خط کشیده میشه، تبدیل میشه به سیم کارت و در عین حال اون خط و خطوط میاد. قطعا چون ما رویه ایزی ها رو در پیش گرفتیم یا ایزی میدیم، ولی دیگه حالا با گراف دیگه تندش نمی کنیم. من همین قسمت این رو میپسندم براش. یه دونه یو هم بزنیم. اینها میتونن حالا یک کمی داشته باشن. و در مورد این یکی استثناً ترجیح میدم که این بخش رو بدم بهش، یعنی این رو داشته باشیم. حتی الان میتونه که یه مقدارم عقب تر هم بیام اینجوری. ببینید خب به نظر میرسه که اون حاشیه کار رو هم لازم داریم. درسته که بعداً این ظاهر میشه، ولی به نظرم اون رو هم بهش اضافه کنیم. پس این مقدار میام جلوتر جایی که سیم کارت هست و از همون ماسک استفاده میکنم. روی سالیدم باید باشم و این رو بگیرم میکشم. میزان کرو بودنش باید مطابقت پیدا کنه با سیم کارت. ببینیم پیدا کرد یا نه. یه مقداری رو خوبه دیگه. ما بقیشو با تنظیماتمون ایجادش میکنیم. این دوتا در واقع این و این یه مقداری باید بیان پایین.
این دوتا باید بیان تو تر، اینا درستن، این هم یه مقدار باید بیان لبه تر. در مورد این قسمت میتونه که حالا یکم جمع تر بشه. همین عمل رو هم برای این قسمت انجام میدم. این خیلی رفته بالا، این خیلی اومده جلو، یه مقدار، این هم همینطور. خیلی خوب. ویژگی مسکیش قطعا باهاش کاری ندارم، پس نمانش میکنم. حالا ببینیم نتیجه کار چی شد. متن میاد. اینا رو حالا بعداً در واقع بخش موشن بلرش هم فعال میکنیم. به نظرم الان جذاب تر شد. حالا این تیکه هاشه دیگه رندر نگیریم، این قسمت خلق این رو داشته باشیم. به نظرم جالب تر شد. خب فقط هم چیزی که هست که لبه های خط ها باید بیفته دقیقا روی اون مسیر. اینا رو اگر دقت کنی بهش خب خیلی جذاب تر میشه. چون توی موشنش دیدیم که یه مقدار جا انداخته بود و لبه ها فیکس نشده بود، از جذابیت کار کاسته بود و الان اینا رو هم برطرفش کردیم با پایین پروسه. یه بار دیگه قسمت انتهایی رو داره کارش انجام میده. خب همه این پروسه در واقع قرار هست که با پشت کارت هم هماهنگ بشه. خب ما پشت کارت رو در واقع رنگ سفید داریم با لوگوی اصلی ودافون. پس من میام یک سالید سفید رنگ اد میکنم، همین ماسک رو روش اعمال میکنم. فقط ماسکی که بهش میدم بدون این ماجرا هست. توی این موقعیت ها که نباید باشه، ما در نهایت اینجا لازمش داریم میارمش پایین. اینها کارشون تمام میشه. سیم کارت رو میبینیم از اینجا قراره. فقط بعد مجموعه ترانسفورمش مثل اسکیل و روتیشنش دقیقا مثل همین باشه. اسکیل و روتیشن این منفی 90 هست و اون هم 47. دقیقا باید فیکس بشه. من یه بار قطعش کنم ببینید دقیقا زیرش همین. دیگه چی لازم داریم؟ دیگه اینو لازم داریم که خب لوگوی اصلی ودافون رو با روش داشته باشیم. من اینو سلوک کنم و این که اول اینو بتونیم با هم دیزاینش کنیم. حالش میدیم جلو با اسکیل کوچیک‌تر. الان به نظرم دیگه عالیه. هر دو رو انتخاب میکنم و پری کامپ ازش میگیرم. وال اتریبیوت بازش میکنم. اینو رو همه رو میارم شروع و قسمت های اضافه کامپوزیشنش رو هم میتونم با ریجن آف اینترست حذفش کنم، ولی حالا برای این کار الان لازم نیست. خب یه بار دیگه حالا از اول همه رو ببینیم. این میچرخه و متن میاد و قسمت لوگو میاد اینجا. خیلی خوب. این در نهایت وقتی که سیم کارت تمام شد و به اینجا رسید، یعنی از فریم 10 من تازه با بکش کار دارم. خب حالا اتفاقی که میفته اینه که من اول یه بک‌گراند برای زیرش طراحی کنم، دوباره یک سالید، یا میتونم همین سالیدایی که دارم استفاده کنم، مثلا همینو بیارم و از افکت گریدینت رمپ استفاده کنم که یه قصه حالی بهش تصویرم بدم. این مثلا میتونه این رنگ باشه و در حالت رادیال این بیاد مرکز و این یکی خیلی دور یک گریدینت خیلی خفیفی میخوام داشته باشیم. ببینیم با این گریدینت تو بک‌گراند وقتی این میچرخه میره عقب چه حس و حالی داره به کار میده. بله به نظرم نقطه تمرکز خوبی رو تونستیم ایجاد کنیم. خیلی خب بعد از این قسمت حالا زمان تبدیل شدن این دوتا به همه. پس من میام و در واقع تمام این آیتم هایی که اینجا دارم رو و در واقع تشکیل دهنده قسمت روی هستن رو پری کامپ ازش میگیرم و این میشه
در واقع V01 اسم این هم عوض میکنم V02. خب حالا میام روی این قسمت وقتی تبدیل شد از مجموعه افکت های ترانزیشن که دارم اینها میام روی کارد وایپ و ازش میخوام که این عمل تبدیل رو انجام بده. حالا تو قسمت فلیپ اکسس میتونیم بگیم رندوم باشه یا ایکس باشه یا ایگرگ، مثلا از پایین باشه، از چپ باشه، از راست باشه، جهتش رو مشخص میکنیم. اما چیزی که مهمه اینه که وقتی این الان داره این رو باز میکنه میبینید یه دور که میزنه دوباره برمیگرده به خودش، ببینید اینجوری میشه. من اینو صفر میکنم اما تو قسمت بک لیر بهش میگم که قراره تبدیل بشه به چی، یعنی دور رو بهش معرفی میکنم، یعنی یک چنین چیزی، یعنی تا تبدیل شد چرخید بعد این بشه. مرتب ایرادش چیه؟ وقتی داره تبدیل میشه داره دوباره اون بیسش رو نشون میده. پس من میام این رو چشمش رو قطع میکنم و میگم عمل در واقع تبدیل رو تو کامل نشون بده. تو تا اینجا که هیچی، اینجا مثلا 10 20 30 از زمانی که کامل بشه 10 20 30 از اینجا خاموش روشن 30 و این تبدیل بشه. یه بار ببینیم با هم، حتی این قسمت تهش رو ببینیم با هم. این تبدیل به سیم کارت شد. یه مقدار خب عجول به نظر میرسه، پس من اینو میتونم تو تایم زیادتری بکشمش جلو. تبدیل میشه و به این میرسه. خب یه نکته، این وقتی داره تبدیل میشه ما بکش هیچی رو نمیبینیم و این یکم شاید جذاب نباشه. پس من میام و دوباره از همون الگو استفاده میکنم، یعنی این کپی میگیرم ازش، میام توی این قسمت پیست میکنم و میذارم در واقع زیر این، اما با یه رنگ یک کمی متفاوته. حالا میتونه مشکی باشه یا میتونه یک با فیل، ببینیم چی بهش میاد. یه رنگ اصلا متفاوت هم میتونه باشه، شاید مثلا زرد یا سبز. ببینید یه چیزی باید باشه که این تبدیله رو در واقع کاور کنه برامون از این حالت، ببینید به این حالت بتونه اون فضا رو برای ما ایجاد کنه. یه مقدار میان جلو و حالا کار نهایی رو با هم ببینیم. البته هنوز من قسمت موشن بلرشن رو فعال نکردم، ولی الان این تبدیل رو این هم هست. خب به نظرم دیگه کار به نتیجه رسیده و شما با کاور کردن این پروژه همین مراحلی که من رفتم جلو رو انجام بدید به همین نتیجه خواهید رسید. اگر هم جایی به مشکل برخوردید میتونید قسمت کامنت و سوال بپرسید و ما حتما پاسخ میدم. تو ساختش موفق